سلام بانوان محترم، امروز قراره بریم سراغ یک برنامه بدنسازی 3 جلسه‌ای ویژه بانوان. تمرکز اصلی این برنامه تمرینی روی عضلات بالاتنه و عضلات کور هستش. جلسه اول میریم سراغ عضلات پوشت، یعنی عضلات سینه، سرشانه، پشت بازو و همچنین شکم. پس اگه آماده‌ای بریم سراغ حرکات جلسه اول. حرکت اول: پرس بالا سینه هالتر. حرکت دوم: قفس سینه دستگاه. حرکت سوم: نشر از جلو سیمکش با طناب. حرکت چهارم: آپرایت رو با هالتر ایزد. حرکت پنجم: پشت بازو سیمکش ایستاده. حرکت ششم: شکم کرانک دستگاه. و حرکت آخر: زیر شکم خوابیده زانو خم. ارادت.